سلام، من صبا و به گفت باز خیلی خوش اومدین. خب اول از همه امروز میخوام در مورد خودم یه ذره صحبت بکنم که هدفم چیه توی این ویدیوهایی که دارم براتون میگیرم. من صادقانه میتونم بیام یه سری ویدیوهایی که فانه براتون بذارم یا ریاکشن باشه یا هر چیز دیگه ای که خودم خیلی طرفدارشونم. خیلی از بچه ها رو توی یوتیوب هم دنبال میکنم و فنشون هستم، مثلا یه جورایی میشه. ولی همیشه به این فکر میکردم که دوست دارم یه ذره متفاوت عمل بکنم. خیلی ها هم دارن این کار رو انجام میدن، فقط من اولیش نیستم و آخرش هم نخواهم بود. ولی خیلی دلم میخواستش که بیام راجع به یه سری مسائل صحبت بکنم، یه سری چیزا که دوباره گفته بشه، مثل همین اسم گفت باز من دوباره بیانش بکنم. یه سری چیزایی که ما بتونیم ببینیم توی زندگیمون، یه سری چیزایی که شاید خیلی وقت ندیدیمشون، اصلا یادمون رفته که داریم اینا رو. متاسفانه زندگی ها انقدر مختل شده و شلوغ شده، ماها یادمون میره ثروت هایی که داریم. و شاید مثلا الان به خودت بگی که کدوم ثروت؟ من اصلا ثروتی ندارم. برای هر کسی ثروت یه جوری معنی میشه. من خودم اینطوری بودم که من اگه گوشی مدل خوب داشته باشم، من اگه لباس خوب بپوشم، خب خیلی خوشحال ترم. قبلا اینطوری بودم که یعنی آدمایی هم که دورم بودن اکثرا اینجوری بودن که اگه لباست لباس فلان باشه، اگه گوشیت مدل فلان باشه یا از اینجور چیزا، تو اوکی توی اون سطح لول هستی که من با تو معاشرت بکنم یا اینکه تو رو ببینم. صادقانه خودم یه جورایی انگار اینو باور کرده بودم و اگه حس میکردم که نمیتونم خودم رو به اون لول اون بعد مثلا گروه برسونم، فاصله میگرفتم ازشون. ولی خب اون من نبودم، یعنی اون لولی که اونا بودم. من نمیخوام بگم نه اونا لولشون بالاتر از من بود یا پایین تر، ولی اون من واقعی نبود. میدونین خودم باهاش خوشحال نبودم و متاسفانه این چیزا آرزوهای منو کوچیک کرده بود و اینطوری شده بودم که این چه مسیری دارم میرم؟ اصلا این منم؟ یادم میاد که کوچیک بودم و دختر عموم ازم پرسیده بود که صبا دوست داری که بزرگ شدی چی داشته باشی؟ یه چیز بزرگ، مثلا این چیزی که خیلی برات خاصه. وقت من خیلی کوچولو بودم، هنوز که هنوزم اسم برنده ماشینا رو نمیدونم، ولی برگشتم گفتم که من دوست دارم یه فراری قرمز داشته باشم. ولی باورتون نمیشه که من بزرگتر که شدم، حالا نمیخوام بگم که شرایط اقتصادی دخیل نبود، همه اینا دخیل بود، ولی آرزوهام روز به روز کوچیک و کوچیک‌تر شد. حالا به خاطر شرایط اقتصادی بود، به خاطر آدمایی که دور و برم بودن، نمیدونم، انگار وارد یک مسیر اشتباهی شده بودم. آدمایی که منو با که لباسم برند نیست قضاوت میکردن یا قهوه فلان نمیخورم منو قضاوت میکردن. خیلی خوبه یکی قهوه میخوره، یکی به عنوان مثلا ماچا میخوره و اینا هیچ کدومش بد نیست، ولی اینکه تو فقط برای اینکه صرفا اینکه بگی که اوکی من فقط به خاطر اینکه بحثش الان داغه، فکر میکنم همه جا ادایی بودن موضوع این کار رو بکنم قشنگ نیست. حالا و بعد از اینکه هی تو اون ادایی بودن رو تکرار میکنی، شاید اصلا عادت بشه برات، بعد بخوای بری جلو. از بحثمون دور نشیم. من خودم خیلی چیزا رو تو زندگیم تجربه کردم و باید بیشتر از اینا هم تجربه بکنم که بتونم مسیرم رو پیدا بکنم، یاد بگیرم زندگی کردنمو. ولی حس کردم که میتونم بیام با شماها صحبت بکنم، حرف بزنم، شماها به من حستون رو بگین، من به شما حسم رو بگم، کامنت برام بذارین. من حتما کامنتاتون رو میخونم، خیلی خوشحال میشم که برام کامنت بذارید، نظراتتون رو به هم بگید، چه کامنتی که حالا امید بخش باشه برای من، چه حتی انتقادی باشه برای من با جون و دل همه رو نگاه میکنم و میخونم
و حتی اگه موضوعی باشه که شما دوست داشته باشید که من بیشتر در موردش صحبت بکنم، به من بگید که من بتونم به خواسته دل شما پیش برم و اینکه یه سری چیزا رو دوباره بازگو کنم که یادمون بیاد که ما چه چیزهایی رو داریم و چقدر میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خیلی از آدما تو خیلی از جاهای دنیا بودن که اصلا هیچی نداشته، اون تیکه از دنیا هیچ امکاناتی نداشته، ولی تونسته اون آدمه خودش رو دراره از اون فضا و وارد یک دنیایی بشه که مثلا مثال زدنی بشه برای ما. برای همین میخوام بهتون بگم که هیچ چیزی برای ما انسان ها دست نیافتنی نیست. واقعا به نظر من اراده خیلی مهمه، صبر خیلی مهمه، اینکه تو صبر داشته باشی. من خودم جزو دسته آدمای عجولم، یعنی خیلی دلم میخواد که سریع یه فیدبکی بگیرم، همه چی برام روشن بشه. دوست ندارم صبر کردن و اصولا هم وقتی که میخوام برم یه جایی منتظر یه کسی هم اون طرف حتی 1 دقیقه دیر کنه من عذاب میکشم، میگم که چرا اینقدر دیر کرد و اینا. که البته خواهش میکنم همتون سر تایم برید سر قراراتون، ولی خیلی به صبر، پشت کار و اینکه با خودتون صحبت بکنید، این خیلی مهمه. یه مثالی که میخوام براتون بزنم، من امروز خیلی حالم بد بود. وقتی که صبح بیدار شدم اینطوری بودم که مثلا چرا دارم زندگی میکنم، چرا اینجام، چرا این کار دارم میکنم، چرا دارم میرم الان سر کار، من دلم نمیخواد برم این کار رو انجام بدم. با خودم همش در چالش بودم و داشتم با اتوبوس میرفتم. بچه من 30 سالمه و هنوز گواهینامه ندارم. داشتم به اتوبوس میرفتم سر کار و اینکه داشتم به این فکر میکردم که چرا من باید الان برم مثلا سر صبح پاشم برم فلان. همش داشتم به خودم رو دق میدادم. بعد به این فکر کردم که دیدین یه سری فکرایی که اصلا هیچ ربطی به هم نداره یهو میاد همشون با هم قاطی میشه. بهش فکر کردم و کلی چیزای دیگه، مثلا اینکه من حالا یه قسمت دیگه از زندگیم بخواد شروع بشه، من باید یه خونه مثلا مجزا داشته باشم برای خودم، یه خونه‌ای داشته باشم که بتونم با همسرم تو زندگی بکنم. نمیدونم، اصلا یه نگرانی هایی که اصلا قرار نیست الان من بهش فکر بکنم واقعا داشت میومد تو ذهنم و مثل خوره داشت منو میخورد و من وارد سر کار شدم و شروع کردم به کار کردن، ولی دیدم نه، اصلا دلم نمیخواد ادامه بدم. انقدر حالم بد بود، انقدر انرژیم سنگین شده بود. واقعا این موضوع به من کمک کرد و اون چی بود؟ این بودش که شروع کردم با خودم حرف زدن. به خودم گفتم که سبا چته؟ چی میخوای الان؟ واقعا موضوع چیه؟ تو الان خونتو داری، جایی که شاید آرزوی خیلی از آدما باشه که تو زندگی بکنن، در آرامش هستی، نمیدونم یه سری چیزایی که شاید برای خیلی ها الان دست نیافتنی باشه تو داریشون. مهمتر از همه تنت سالمه، درگیری مریضی نداری و چیزای دیگه که واقعا اینایی که میخوام بهتون بگم کلیشه‌ای نیست. یعنی بهش فکر بکنید که اگه یک روز اینا نباشن شما چه حسی دارید. مثلا واقعا پدر و مادر داشتنشون نعمته. میدونی اینکه بدونی که اوکی امروز مثلا من میدونم که مامان من هر روز دوست داره با من صحبت بکنه. واقعا یک روز به من زنگ نمیزنه و با من حرف نمیزنه، من اینجوریم که مامانم کوشش بهش زنگ بزنم، یه خبری ازش بگیرم. یا حتی پدرم دوست داریم خیلی با هم دیگه، مثلا به من تکست میده، منم حالا دیر به دیر ذره باهاشون تماس میگیرم و حرف میزنیم. البته که خیلی مفید با هم صحبت میکنیم، یه تایم طولانی. و واقعا آدم باید اینا رو ببینه و قدرشون رو بدونه. میدونین داشتن دوست خوب واقعا نعمته. کسی که شنوات باشه، گوش بده بهت بدون اینکه قضاوتت بکنه، خیلی خوبه. اینکه تنمون سالمه، اینکه میبینیم، که میشنویم، اینکه لمس میکنیم، که حس داریم، واقعا اینا ثروت‌های بزرگی هم برای ما. من 2 سال یا بیشتر 3 سال پیش افتادم و آرنجم شکست
و متاسفانه آرنج من تا یه محدوده خم میشه الان، یعنی بیشتر از این دیگه خم نمیشه. ولی باورتون میشه که من اصلا یادم میره که این مشکل رو دارم، یعنی خیلی راحت پذیرفتمش و خوشحالم که یعنی به جای اینکه بیام بگم که وای دست من دیگه اون دست قبلی نیست، مثلا این دستم تا نمیشه. خب صادقانه بگم من راحت نمیتونم موهامو ببندم، راحت نمیتونم گوشواره گوشم کنم، یه سری کارهایی که مثلا نیازه که این دست تا بشه رو من نمیتونم انجام بدم. ولی خدا رو شکر که این حرکت رو داره و من اینو خیلی خوشحالم بابتش. میتونست خیلی بدتر از اینا باشه. و شروع کردم، داشتم راجع به امروز صحبت میکردم که شروع کردم با خودم صحبت کردم و دیدم که اوکی تو این همه اینا رو داری و باید الان خوشحال باشی و باید شاکر باشی بابتش. باید این حس هایی که میاد توی ذهنت رو بندازیش بیرون. خیلی کار سختیه، واقعا به تمرین احتیاج داره، ولی ما میتونیم این کار رو بکنیم به نظر من، چون که خیلی مهمه اینکه تو بتونی ذهنتو کنترل بکنی و این تمرین میخواد. بچه‌ها واقعا اگر میخوایم که معنی زندگی رو بفهمیم باید یاد بگیریم که کنترل ذهنمون رو دستمون بگیریم به جای اینکه اون کنترل ما رو دستش بگیره. یعنی بعضی وقتا، خیلی وقتا من خودم انگار برده ذهنمم، یعنی انقدر میره که آخر سر میگم وای بسته دیگه. یعنی خیلی وقتا شده که من مثلا میرم دوش میگیرم که این حس، این حالت از من بیاد بیرون، جوابگو نیست. بعد میگم خب الان بهتره که چیکار کنم این بره از من بیرون. مثلا یه راهی پیدا کردم میشم بازی میکنم با گوشیم و یه ذره باعث بشه فکرم بره از اون چیزهایی که نباید باشه تو ذهنم خارج شه. به خاطر همین منم بهتون پیشنهاد میکنم نشینید زیاد فکر بکنید، آگاه بشید به این موضوع که ذهن شما داره شما رو کنترل میکنه. شما باید اونو کنترل بکنید. شما باید به اون اجازه بدید که وقتی میخواد فکر بکنه کجا باید فکر بکنه، تو چه مرحله فکر بکنه. خلاصه خیلی اینجوری شد صحبتام، ولی خیلی دلم میخواد که چنل من یک فضایی باشه که ما بتونیم با هم صحبت بکنیم، حسامون رو به هم بگیم. شاید من بتونم یه اینجوری بکنم برای کسی، شاید کامنت های شما بتونه یه تلنگری باشه برای آدم ها. شاید تجربه هامون رو به هم دیگه بگیم، یه حس کمکی باشه برای یه آدم دیگه توی یه جای دیگه که هم زبونمون باشه. و خیلی برام مهم بود که چنلی که میزنم فارسی زبان باشه، چون دوست دارم که به هموطنای خودم این حس رو منتقل بکنم، چون حس میکنم که خیلی شاید الان انگیزه کم شده توی بچه‌های ایرانی و دوست دارم که این حس برگرده. دوست دارم که همه خوشحال باشیم و امید داشته باشیم. امید خیلی مهمه تو زندگی و بتونم یه کمکی بکنم به حالا نسلایی که از خودم کوچیک‌ترن، هم نسلای خودم و حتی بزرگتر از خودم. خیلی خوشحال میشم که بتونم به همگی یه دیدگاه مثبتی ارائه بدم. ادعایی در هیچی ندارم، در هیچی. و توی 2 تا ویدیو قبلی هم که باهاتون صحبت کردم کاملا مطالعه شده بود، یعنی از سر خود نیومدم باهاتون صحبت بکنم، ولی قسمت هایش که تجربیاتی بود، تجربیات خودم بود و با شما شیر کردم این تجربیاتو که بتونید با من یه ذره همزاد پنداری کنید. و در نهایت خیلی ممنون که وقت میذارید منو نگاه میکنید. ممنون میشم که منو به دوستانتون معرفی بکنید و خوشحال میشم که سابسکرایب هم بکنید، زنگوله رو آل بذارید و همین چیزایی که همتون میدونید. لایک کنید، این تنها کمکی که شما میتونید به من بکنید. خیلی خوشحال میشم و خدمتتون عرض کنم که اگرم میخوام یه کوچیک از خودم براتون بگم، من صبا میرزاده هستم
و در یک خانواده هنری چشم به جهان گشودم. پدرم هنرمند هستند و مادرم هم خیلی سالها پیش حسابدار سازمان صنایع ملی بودم، ولی خب بعد از اینکه من به دنیا اومدم دیگه نرفتم سر کار. و ما سالهای سال در شهر نیشابور زندگی می‌کردیم به خاطر پدرم. یعنی ما تهران بودیم و بعد سفر کردیم و رفتیم نیشابور زندگی کردیم، چون پدرم هنرمند بودم و اونجا شهریه که خیلی هنرپرور هستش و ما رفتیم اونجا زندگی کردیم که خیلی خوشحالم از این موضوع که توی محیط‌هایی بودم که ادبیات و شعر و آرت و مجسمه سازی و نقاشی و یعنی همش فضاهای من اینطوری بود، موسیقی و خوشحالم. آدمای عجیب غریبی رو دیدم تو زندگیم، آدمایی که خیلی خودشونو خیلی های لول میدونستن ولی نرمال بودن. ایتس اوکی، یعنی مشکلی نیست، اون میتونه خودشو اونجا ببینه، برای من شاید نبود. و آدمایی دیدم که خیلی فروتن بودن، پربار بودن ولی کم لطفی میکردن و همیشه سرشون خم بود. و به واسطه پدرم با خیلی از آدم‌های مختلف رو دیدم و خیلی خوشحالم بابت تجربیاتی که داشتم. و در سن 19 سالگی رفتم قزوین و رشته معماری رو خوندم و اومدم تهران، برنگشتم نیشابور و شروع کردم به کار و یه مدت کوتاهی در حوزه رشته خودم بودم. بعد وارد حوزه آرت شدم، توی یک گالری شروع کردم به کار کردن، کار ایونت و اینا رو انجام میدادیم یا فروش تابلوهای خیلی فاخر رو انجام میدادیم. و بعدم وارد یه شرکتی شدم که اصلا هیچ ربطی به رشته من نداره، به رشته تحصیلی من نداره، ولی وارد اون شرکت شدم و 7 سال اونجا بودم و بعدم اومدم اینجا. و قبل از اینکه من بیام اینجا با کسی که الان همسر من هستن، دانیال جان، ما با هم ازدواج کردیم و حالا من الان اینجام و امیدوارم که به زودی دانیالم بیاد پیشم. و 30 سالم هست، فکر کنم اینم بهتون گفتم. خلاص خیلی خوشحال میشم واقعا صادقانه ازم حمایت بشه توی این فضا و منم سعی میکنم که تمام تلاشمو بکنم که حضور خوبی براتون داشته باشم و تایم بذارم براتون، چون خودم عاشق این کارم و امیدوارم که بتونم اون حس خوب رو هم به شما بدم. خیلی دوستتون دارم و هر کجای دنیا که هستین شب و روز خوبی داشته باشین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.